سلام به همگی. من نسیم هستم و در این ویدیو میخوام در رابطه با این کتاب صحبت بکنم. English Collocation in Use Level Intermediate. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ من چه ایران که بودم برای امتحان زبان میخوندم و چه اینجا که اومدم این کتاب به شدت به من کمک کننده بود. اونم به خاطر این هستش که ما ممکنه که گرامر خیلی قوی داشته باشیم، دایره لغات خیلی خوبی داشته باشیم، اما وقتی که میخوایم صحبت بکنیم، مخصوصا وقتی میایم وارد محیطی مثل حالا کانادا میشین که من تجربهشو داشتم، شما میبینین که کلماتی که ما داریم ترجمه میکنیم، لحنی که صحبت میکنیم با چیزی که این آدمهای اینجا صحبت میکنن، نیتیو ها یا کسانی که حالا سالهاست اینجا زندگی میکنن، متفاوته. این به این علت هست که خب ما ناخودآگاه فارسی فکر میکنیم و انگلیسیش میکنیم که غیر قابل اجتنابم هست، حالا مگر اینکه بر اساس سالها زندگی و خوندن بسیار زیاد و حالا دیدن فیلم و سریال خیلی زیاد این تغییر کنه. اما اون چیزی که میتونه به ما کمک بکنه اینه که ما یاد بگیریم که آدم‌هایی که نیتیو هستن و انگلیسی خوبی صحبت میکنن از چه لغات و کلماتی کنار هم استفاده میکنن. این لغات و کلمات خیلی وقتا اگر در کنار هم بیاد صحیحه، اما متداول نیست اینجا. ممکنه یه وقت یه ایمیلی به استاد بزنیم فارسی رو ترجمه انگلیسی کرده باشیم و حالا درست هم باشه، ولی چیزی نیست که صحبت میکنن. اما یه جای دیگه هست، اونم اینه که کلماتی که استفاده میکنن، یعنی کلماتی که ما کنار هم میذاریم، ممکن اصلا به طور کلی اشتباه باشه. یه مثال خیلی ساده بزنم. ما در فارسی میگیم تصمیم گرفتم، I took a decision، ولی این تو انگلیسیش I made a decision، من تصمیم ساختم. یه همچین چیزهای، حالا مثالی که گفتم خیلی ابتدایی روتین، از اولم یاد میگیریم. یه همچین چیزهایی خیلی مهمه که ما یاد بگیریم که چیزی که داریم استفاده میکنیم و حرفی که داریم میزنیم اون چیزی هست که در انگلیسی هم استفاده میشه. ممکنه که یه وقت مثل چیزی که گفتم فعل و کلمه باشه، مثل make a decision. ممکنه یه وقت هست دو تا کلمه کنار هم بیاد، یعنی دو تا کلمه‌ای که کنار هم میتونیم استفاده بکنیم. باز هم میگم ممکنه دو تا کلمه اصلا از لحاظ گرامری غلط هم نباشه، ولی وقتی شما میخونین حس فارسی میده یا حس زبانی رو میده که این زبان انگلیسی نبوده. و چیزی که مهمه اینه که وقتی که شما دارین توی کشوری زندگی میکنین که انگلیسی زبان آن کشور هست، بتونیم تا حد ممکن مشابه با خودشون صحبت بکنیم، جدای از این که خب حالا صحبت کردن یه زبانی مثل انگلیسی هرچی فلوئنت‌تر باشه قشنگتره و بهتره، مخصوصا برای آینده حرفه‌ای و شغلی، جلسات مهم، کارهای مهم. قرار نیست که خب همیشه محیط دانشگاهی باشه و بعداً بریم سر یه کاری و بگیم خیلی خب منم کارمو میکنم و حالا زبان هم هرچی بود میگذره. نه، این خوب نیست. باید زبان انگلیسی رو به بهترین شکل صحبت کرد و به مشابه ترین شکل، چون ما داریم در اون کشور زندگی میکنیم. پس ما کاری که میکنیم اینه که ببخشید من تکون میخورم، کاری که میکنیم اینه که ما باید از روی این کتاب شروع کنیم تاپیک به تاپیک خوندن. مثلا یه درسی رو که همینه که باز شده، فامیلیز، که اومده راجع به خانواده توضیح. توی این قسمت برای مثال I would like to have 3 children. من دوستم 3 تا بچه داشته باشم. خب این یعنی فارسیه، ما هم در فارسی میگیم بچه داشتن. مورد بعدی اومده گفته she is expecting a baby. ما توی فارسی میگیم که she is waiting for a baby، منتظر بچه است، ولی she is expecting a baby. این اون چیزی هست که من دارم میگم که خیلی مهمه توی این کتاب، که آن چیزی که تفاوت داره با فارسی رو من پیدا کنم و بگم حواست باشه اینی که داری میخونی متفاوته، پس حواست باشه نگو waiting for a baby. I'm waiting for my baby. این یعنی که من منتظرم بچم بیاد خونه. I'm expecting a baby یعنی من باردار هستم و میخوام که بچه دار بشم. حالا کاری که میکنیم یه دفتر برمیداریم و بالاش تاپیک رو مینویسیم. مثلا اینجا اگه در باشه به فامیلی صحبت میکنیم، همون بالاش هم مینویسیم فامیلی. بعد درس رو یک بار میخونیم، 5 تا 6 تا واژه، 5 تا 6 نه بیشتر، از چیزی که برامون خیلی یک متفاوت بوده با چیزی که انتظار داشتیم و اصلا بلد نبودیم، و 2 کلمه‌ایه که حس می‌کنیم در زبان عادی و روزمره خودم به عنوان، حالا مثلا من نسیم استفاده می‌کنم. من قرار نیست هر چیزی رو یاد بگیرم چون ذهنم فراموش می‌کنه. یکی از روش‌های بسیار مهم در زبان انگلیسی خوندن برای من این بود که همیشه میگفتم از هر درسی 5 تا یاد بگیر. این 5 تا 1 متفاوت باشه از چیزی که بلدی، 2 اون چیزی باشه که ازش استفاده میکنی.
مثلا اگر که من نمیخوام که حالا کاستدی یه بچه، سرپرستی یه بچه رو بگیرم، خب اصلا یاد نمیگیرم. الان اصلا وقتش نیست. من چیزی رو یاد میگیرم که بار اولی که دارم این کتاب رو میخونم، چیزی رو یاد میگیرم که میخوام استفاده کنم. یک بار که کتاب رو تا خوندم، دوره کردم، حالا 6 ماه گذشت، دیدم من دارم استفاده میکنم و اشتباه ندارم، چون این کتاب باید چند بارم ریویو بشه که حالا من پلنینگشو میگم. بعد از این من میگم خیلی خوب، دفعه های بعد حالا میام کلمات جدید یاد میگیرم. پس وقتی که من یه درسی رو شروع میکنم، مثلا نوشته که everyday verbs، درس شماره 7، وقتی که من این درس رو شروع میکنم نمیام از سر تا تهش رو بنویسم. من نمیتونم همچین چیزی رو یاد بگیرم. شاید بین شما کسی باشه که بتونه این کارو بکنه. من نسیم نمیتونست این کارو بکنه. 5 تا نهایت 6 تا رو مینویسم. پس 1 اون چیزی که اصلا بلد نبودم، 2 اون چیزی که من در زبان روزمره ازش استفاده میکنم. و بعد اینا رو باید دوره کنیم که من برنامه ریزیش رو خدمتتون میگم. پس چی کار کنیم؟ این یه مقدمه بود برای اینکه شما این کتاب رو تهیه کنین، یه دفترم کنارش داشته باشین و بعد شروع کنیم به خوندن. من توی ویدیو جداگانه شروع میکنم خوندن خودم رو ویدیو میگیرم که من چی میخونم، چجوری توضیح میدم و چی مینویسم. شاید بتونه به شما هم کمک بکنه و اصلا یه انگیزه بشه با هم دیگه بخونیم. امیدوارم که این ویدیو تا این حد مفید باشه. چیزایی که گفته باشم نکاتی باشه که به شما کمک بکنه. در ویدیوی دوم این مبحث که من احتمالاً در کمتر از 24 ساعت تا 48 ساعت میذارم، من میام 1 توضیح میدم که چجوری دارم میخونم، 2 برنامه ریزی برای خوندن این کتاب رو توضیح میدم که هر درسی که میخونیم چند تا بریم جلو و کاری که میکنیم اینه که دوره هاش چطوری باشه. یه فایل اکسل تهیه میکنم، لینک فایل اکسل رو میذارم، یه چنل تلگرام دارم که وقتی روش زبان میخونم پستامو میذارم که اگر خواستین اونو جوین بشین، ولی همه جا پست میکنم، یعنی امکان نداره که روی یوتیوب یا اینستاگرام یا حالا تلگرام نگم و توی یکی دیگه بگم. امیدوارم موفق باشین، این ویدیو بهتون کمک بکنه. تا دیدار بعدی که خیلی زوده.